سلام بچه‌ها، امروز میخوام ببرمتون جنگل. حالا به نظرتون کدوم جنگل میخوام بریم؟ تو کدوم استان؟ استان سمنان. استان سمنان هم جنگل داره. حالا میریم ببینیم کجاست. اول اینجا شهرستان میامی. از اینجا حرکت میکنیم میریم به سمت جنگل. خب بعدش باید برسیم به این پل هوایی. اینجا منطقه نمونه گردشگری دشت شقایق. باید بریم اون سمت، به سمت گرم جاجر سوداغلن. باید بریم بالا. خب بعدش که از روی پل هوایی اومدیم میرسیم به روستاهای کلاتای شرقی میامی. حسین آباد و مهدی آباد و کوهان و بیکران اینا رو رد می‌کنیم. بعدش میرسیم به ریاباد که آخرین روستای اونم مستقیم میریم جلو. بگی گرفتم شمال کنیم. شمال از اینه داره خلاصه میریم دیگه. نگاه سوداغلن 95 کیلومتر. گرمیدونم 100 کیلومتر. بیامیم برسیم اینجا هم وایسا فارسی صحبت کن حالیمون بشه. نگاه از پل هوایی که اومدیم میرسیم به سرا سنگ سولاخ. حالا چرا بهش میگن سنگ سولاخ نمیدونم، یه سنگ اینجا مثل که سولاخ و اینا این داستانا. بعد از این سرای میریم دست چپ میریم به سمت سوداغلن و کالپوش. و جان این چیزو بگیم آره اون سرایی هم اونجاست. از اون سرای میریم بالا که بریم به سمت جنگل مورد نظر. میریم بالا به سمت سوداغلن و کالپوش. برو که بریم. خب از اونجا که اومدیم بالا الان رسیدیم به روستای حق الخواجه. اینجا یه بهش میگن یه چشمه ای هست بهش میگن چشمه نی. بریم یکم پایین ببینیم اینجا چیه. اینجا خود منحرف میشیم. حالا اینجا خواستیم مثلا آبی چیزی برداریم فلان. اینا چشمه خنک بود باحالیه. اینجاست جای قشنگی هم هست. ولی خب ما باید بریم که به مسیر ادامه بدیم. فقط هم قدمانیم که ببینیم اینجا. خب یه جایی خورده بگی عقب در دماغم گوشیده بیفته دست درم. حالا اینجا رسیدیم به دورایی سوداغلن حسین آباد باغچه. ما باید بریم به سمت چپ سوداغلن حسین آباد که بریم به سمت مقصد نهایی. بریم. خب الان از رزوان بیامیم اینور. چی میگی؟ از رزوان اومدیم اینور میخوام بریم به سمت کرنگ. از این دو راهی میریم به سمت کرنگ. برو بریم. از مسیر لذت ببریم بچه‌ها. اون جنگل روبرو رو ببینید. این آره اینجا استان سمنانه. سمنان اگه وجود داره. آره اینجا سمنانه. شیشه دما گرفت شکست و بیرونم کرد. امان از اون چشم سیاه که مست و حیرونم کرد. شیشه دما گرفت شکست و بیرونم کرد. خب بچه ها این جنه رو که بینین یه نزدیکا جنگه. شانسی بودم خوردیم ماشین عروض رو برمون عروضی دارن. حالا از کرنگ رد شدیم میرسیم به روستای کمردار دیگه. کم کم داریم نزدیک میشیم به اون جنگل. از این کمردار میریم بالا. برو تا بریم واسه بعد. حالا رسیدیم به اون محل مورد نظرم که می‌خواستیم بگیم. جنگل دشت شاد استان سمنان. بگی وحید جان این هم جنگلی که بهتون گفتم. این طرف میره به سمت راست میره به روستای دشت شاد. سمت چپ هم میری بالا که میری داخل جنگل دیگه. یه جنگل بکر و عالی پر از درختای بلوط خیلی قشنگ.
اونقدی هم فاصله نره، تمام راهش هم آسفالت، به راحتی میتونی بیای جنگل. مسیرم دیگه رفتم، مسیر جالبی. دیگه رسیدیم به خود جنگل، همون جایی که بهتون قول داده بودم، جنگل دشتیشان. دو تا راه داره، یکی این راه که میایم بالا، مثلا حالا خود محلی هاشون اینا بهشون میگن سمت دکل، یکی هم از اون ورری که اون پایین و اونجا هم هست فارسی صحبت. ولی دیگه دارم لهجه شیرین میامی رو صحبت میکنم دیگه. جالبه نیست؟ جنگل دشت شاد استان سمنان، شهرستان میامی. از اونجا که حرکت کردیم از شهرستان میامی بود، میایم روستای کلات شرقی، بعدش میرسیم به سوداغلند و نامنیک و اینا همه رو میگذریم، میرسیم به دشت شاد. بعد از دشت شاد هم میایم بالا سمت، حالا میتونیم بریم سمت دکل یا میتونیم بریم اون سمت، حالا دو طرفش جنگله. بهترین فصلش هم مثلا فصل تابستون و تا اواسط پاییزه. ولی حالا کسایی که بخوان مثلا از تهران یا از اون سمت بیام، اول میان سمنان، میان سمنان، شاهرود، میامی میان بالا، از سمت مشهد هم میایم مشهد، نیشابور، سبزوار، بعد دوباره باز میامی میایم بالا. امیدوارم بیاین این جنگل رو، اینجا کلی لذت ببرین و صفا کنین دیگه. یا علی.